سلام به همگی. امروز اومدم با یه سورپرایز دیگه از اکتیویژن براتون. مدیک رنگی به بازی دوباره برگشته. با کوپنای نقره‌ای میتونیم به صورت رایگان دریافتش کنیم. من 4 تا کوپن بیشتر نداشتم، تو کریتای قبلی خرج کرده بودم. تو بازی به صورت رایگان بهتون میده کوپنای نقره‌ای. 4 تا رو زدم، توی 4 تا اولی نداد، مجبور شدم سی پی شارژ کنم واسه گرفتن 420 تا سی پی شارژ کردم که روی 20 تا معمولا میده. روی 20 تا از شانس به من تانکشو داد، ولی بازم سی پی مونده بود برام دیگه، ولی ناامید شده بودم که بزنم دونه دونه. من همیشه دونه دونه میزنم، اینجوری شانسش بیشتره. دونه دونه که زدم آخریش 32 تا فکر میکنم برام سی پی مونده بود. آخرین حرکت مدیکو بهم داد. ویدیو رو من کات کردم حوصلتون سر نره. یه نکته داره بچه‌ها، کریتا رو که میخوایم بزنین ساعتهای اولی که میاد یا روزای اول شانستون واسه گرفتنش خیلی بیشتره، یا گردونه ها. روزای آخریش که میشه، من هم تو گردونه هایی که تا الان زدم ساعتهای آخر، روزای آخر میذاره آخری بهتون میده. ولی نفرات اول باشین میگیرین خیلی شانستون بیشتره. من تو همه ویدیوها گفتم اینا. اینجا بچه ها مدیک رنگی رو گرفتیم، بهتونم نشون بدم، واقعا خوشگله. اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک کنین، برای حمایت از من هم کانال رو سابسکرایب کنین. امیدوارم به هر چی که میخواین تو زندگیتون برسین.